حال باشند دوستای عزیز. این یک درباره کبیری. درباره محمد اقبال صدرالدین من یک بار دیگر میگم که محمد اقبال صدرالدین این یک پروژه کبیری است و محمد اقبال صدرالدین شخصیت یک کوچک است، جاهل است. خدا این باز خدا بخبرتر، باز حرامتر از کبیری است. کنن این آدم حرام قبلا هم در همون دبی در قرقیزستان می آمد، از روی از نام اسلام استفاده می بود، پولا را جمع میکرد، معیشت میکرد، کازینو به کازینو میگشت. و این گونه آدم لازم بود که قادر باشد دروغ خودش همچون یک آدمی مولوی معرفی بکنه، اما ایمان نداره. این آدمایی که ایمان دارن این را میبینن. محمد اقبال صدرالدین عادی ترین چیز بلد نیست، این کلا جاهل است، بی سواد است. اینا مشهور میکنند، مطالب زیاد از تاجیکستان به او میفرستند که او گویا که گفتم تنقید بکند، اما این تنقیدای او پاداشی خوبی داره، برای اینکه همه به این باور میکنند. کلی مجاهدا، کلی بچه ها از روسیه، حتی از عراق و سوریه و افغانستان با این تماس میگیرند. جای بود باششان میگویند، ادرساشون میگویند، تلفناشون میگویند که اینا آدمای معده میخوان همه چیز آبلا بکنن. خلق تاجیک ای خواب بخیز، از خوابیگران خیز و دشمنای واقعیت بشناس و دوستای واقعیت بشناس. مشخص بکن، پیدا بکن و دنبال آدما بره، به قلب خود توجه بکن، گوش بکن. خلق تاجیک انشالله خداوند بزرگ است و انشالله که آینده بزرگ است. برای این ملت نجیب، بهترین ملت دنیا، بهترین قوم دنیا، من میگم گرداگیر دنیا گشتم و من باشم که تاجیکا بهترینن، حلالترینن. شما به بلاروس، به شویتزاریا، به ژاپن نگاه نکنید، شما بهترین هموطنای عزیز. همین است دیگه، فهمیدین بچه عزیز؟ خداوند مددگار ما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.